یه خواهشی دارم ازت، جون مادرت رفتی اونجا آقایی کنه چرت و پرت نگو. باشه بابا. راستی میدونستی که من تو 6 سالگی شپش داشتم؟ اصلا میفهمه داره چی میگه. داره شوخی میکنه. خب حالا نظرت در مورد من چیه لیدی؟ خب پسر خوشقلب و صادقی هستی و آره همین دیگه. مثل سگ دارم دروغ میگم. زنبور تکون نه، الان میزنمش. فکر کنم خراب کردم. گند زدی. چرا زیر چشمش کبوده؟ جای مشتایی که اسپاتیفای زده تو صورتش. صحیح. میگم نفس میکشه؟ فعلا که زنده است. بنده خدا شلاش شده. خب حیف این لحظه زیبا رو ثبت نکنی. بگو سیب.